چراغدان طلا و چراغدان از طلای خالص ساخت. چراغدان را یگلوغ ساخت به طوری که پایه و شاخه های آن، قبه ها، غنچه ها و گل های آن از خود آن بود. و 6 شاخه از پهلوهای آن بیرون می آمد، 3 شاخه چراغدان از یک پهلویش و 3 شاخه چراغدان از پهلوی دیگرش. 3 قبه مانند گل بادام در یک شاخه با غنچه و گل بود و 3 قبه مانند گل بادام در شاخه دیگر با غنچه و گل. همچنین در 6 شاخه که از چراغدان بیرون می آمد. و در پایه چراغدان 4 قبه مانند گل بادام با غنچه ها و گل های آن بود و غنچه زیر 2 شاخه آن و غنچه زیر 2 شاخه آن و غنچه زیر 2 شاخه آن برای 6 شاخه که از آن بیرون می آمد. غنچه هایش و شاخه هایش از خود آن بودند. آن کلیتاً یگلوغ از طلای خالص بود و 7 چراغش و انبورهایش و مجبرهایش را از طلای خالص ساخت. آن را با تمام کالای آن از یک کیکر طلای خالص ساخت. قربانگاه بخور و قربانگاه بخور را از چوب عقاقیا ساخت که درازیش 1 ذراع و فراخیش 1 ذراع، یعنی مربع بود و قدش 2 ذراع. شاخهایش از خودش بود و آن را با طلای خالص پوشانید. بامش و دیوارهایش را گرداگیر و شاخهایش را و افسری طلا برایش گرداگیر ساخت و 2 حلقه طلا برایش از تگ افسرش بر 2 پهلویش، یعنی بر 2 طرفش ساخت. همچون خانه های دستک ها ساخت تا که آن را به واسطه آنها بردارند. و دستک ها را از چوب عقاقیا ساخت و آنها را با طلا پوشانید. و روغن تدهین مقدس و بخور معطر پاک ساخت که با صنعت عطرسازی ساخته شده بود.